سلام دوستان، وقت بخیر. کلاس امروز آموزش زبان ژاپنی پایه هستش. قبل از شروع زبان ژاپنی یه سری نکات هستش که بهتره بدونید. زبان ژاپنی با زبان انگلیسی و فارسی بسیار فرق داره. خب شروع میکنیم. اولین قدم برای یادگیری زبان ژاپنی یادگیری یا کلا هر زبانی یادگیری الفبای اون زبان هستش، یا حداقل اینطور گفته میشه. الفبای ژاپنی شامل حروف نیستش، بلکه شامل کاراکتر هستش. از نظر فنی اونها یک الفبا نیستن، بلکه یک سری مجموعه کاراکترن که در کنار همدیگه قرار دارن. زبان ژاپنی همچنین از دو مجموعه کاراکتر دیگر هم تشکیل شده. یکیشون کانجی هست. کانجی کاراکترهای چینیه که در 3 الی 4 ویدیوی بعدی به اونها میپردازیم. و یک مجموعه حروف الفبای کاراکتر دیگه به نام کاتاکانا، 4 بخش کاتاکانا، که عمدتاً برای کلمات خارجی استفاده میشه. شما داخل انیمیشن ها، انیمه ها میبینید که از جمله بعضن کلمه یا جمله، حتی جملات انگلیسی، کلمات انگلیسی یا حتی جملات انگلیسی استفاده میکنه. این برای اونا هستش. در زبان ژاپنی ما 5 تا مصوت یا حروف صدادار داریم. 5 حروف صدادار داریم که اونا به این شکل: آ، ای، او، ا و او. دقت کنید، ما یک او داریم، یه او داریم. این خیلی مهم. تمام کاراکترهای هیراگانا به جز ن به یکی از مصوت ها ختم میشه، حروف صدادار ختم میشه، که در ویدیو بعدی کاملا متوجه میشه یعنی چی. تنها صامتی که به انگلیسی شباهت نداره و که در زبان ژاپنی هست ر هستش، که این هم در ویدیوهای بعدی بهش میپردازیم. خسته نباشید. به آخر کلاس رسیدیم. خدا قوت.